با این سه نوع افراد خداحافظی کنید تا زندگی بر وفق مرادتان پیش رود. اول، افراد ماکیاولیسم. ماکیاولیسم چیست؟ ماکیاولیسم افرادی هیلگر، بی‌تفاوت و بی‌پروا هستند و یا اینکه زمانی که احساسات و یا تصمیمات خود را نزد آنها بیان بکنید، آنها تأثیرات منفی را روی احساسات شما ایجاد میکنند. دوم، افراد جامعه ستیز. افراد جامعه ستیز که ها هستند؟ افراد جامعه ستیز آنهایی هستند که فاقد ندامت، احساس، درک، پشیمانی و همدلی نسبت به دیگران هستند و گفته می شود که خطرناکترین افراد روی زمین آنها هستند، به قول معروف گرگ در لباس میش. سوم، افراد خودشیفته هستند و اشتباه ترین تصویری که در مورد افراد خودشیفته وجود دارد این است که آنها بیش از حد معمول خود را دوست دارند، اما در واقع آنها به این باور هستند که زندگی جانشان مهمتر و پرارزشتر از زندگی سایرین هستند. نه تنها که خود را مهم تلقی می دارند، به این باور هستند که از سایرین مهمتر هستند. پس بنابراین با این سه نوع افراد خداحافظی کنید تا زندگی بر وفق مرادتان پیش برود. اول، افراد ماکیاولیسم. دوم، افراد جامعه ستیز. و سوم، افراد خودشیفته.